هرچند سر جوجه هایشان به اندازه کافی کرک و پر ندارد، ولی قطعاً به اندازه نیازشان مغز دارند. آنها از روز اول می توانند خود را از چشم دشمنان پنهان کنند و در هنگام بلوغ هم توانایی تشخیص کوچکترین تغییری در محیط اطراف خود را دارند. ولی قطعاً در ذکاوت هیچ وقت به پای کشیم‌ها نمی رسند. کشیم‌های کوچک علاوه بر لانه اصلی برای گمراه کردن دشمنان، یک یا دو لانه ساده دیگر نیز در نزدیکی لانه اصلی خود می سازند. یکی از والدین هم گاهی برای نگهبانی در نزدیکی لانه کشیک می دهد تا در صورت لزوم حواس دشمنان را پرت کند. مشکل اصلی آنها در این سالها سگ‌های ولگردی است که برای خوردن تخم پرنده‌ها و جوجه‌هایشان تا درون نیزارها هم می‌روند. کشیم‌ها تا از امنیت لانه و تخم‌هایشان مطمئن نشوند، برگ‌ها را بر نمی‌دارند و تا اطمینان کامل صبر می‌کنند.